اسم کامل سلمان خان عبدالرشید سلیم سلمان خان هست که تخلص‌هایی مثل سالو، بایجان داره. البته سالو و بایجان بر اساس فیلمایی که بازی کرده. Marry Preeti Zinta. You'll marry Preeti. Yeah. سلمان خان هم مسلمانه و در روز دوشنبه 6 دی ماه سال 1344 در ایندور مادیا پاردش به دنیا آمده. سلمان خان اسم پدرش سلیم خان هست که یکی از کارگردانای معروف هنده و مادرش هم سوشیلا چاراک هست. سلمان خان یه برادر داره به اسم ارباز خان، یه برادر داره به اسم سهیل خان و 2 خواهر داره به اسم آلویرا و آرپیتا. ارباز خان متولد سال 1967، سهیل خان متولد 1970، آلویرا متولد 1969 و آرپیتا متولد 1989 هست که خواهر ناتنی سلمان خانه و اونا به سرپرستی گرفتن و بزرگش کردن. سلمان خان اما مجرد موند و هیچ وقت ازدواج نکرد، اما این وسط دوست دخترهای بسیار زیادی رو از زیر سیبیلش گذروند. اولین دوست دختری سانگیتا بیجلانی بود. رابطه سلمان خان و سانگیتا داشت به ازدواج میرسید که نمیدونیم چی شد که به هم خورد و هیچ وقت هم هیچ کدومشون راجبی صحبت نکردن. دومین دوست دختر سلمان خان سومی علی بود که خب اونم بالاخره تموم شد دیگه، همه این رابطه ها تموم میشن. رابطه سومش با ناریا علی بود که نمیدونیم چرا باز تموم شد و رابطه چهارمش با آیشوریا بود که بسیار حواشی متفاوتی داشت. آیشوریا میگفتش که من از طرف سلمان کتک خوردم و خب خیلی رابطهشون بد تموم شد، اما سلمان به خاطر علاقه‌ای که به آیشوریا داشت هیچ وقت راجع به مشکلاتشون صحبت نکرد و تا سالها هم وارد رابطه‌ای نشد. اما خب حضور کاترینا توی سینمای بالیوود خب سلمان خان زیر بال و پر کاترینا رو گرفت و بهش هم علاقه‌مند شد، اما کاترینا حالا به دلایلی که برای خودش مهم بود سلمان رو قبول نکرد، اما دوستیشون رو با همدیگه حفظ کردن و همچنان هم با همدیگه همبازی میشن. و ششمین دوست دختر سلمان خان لولیا وانتور هست، یه دختر خارجکیه، هنوزم با همدیگه تو رابطه هستن و حداقل امیدواریم که سلمان خان از دنیا نره. خونه سلمان خان اسمش هست گالاکسی آپارتمنت، اونم توی باندرا و توی بمبئیه. اولین فیلم سلمان خان بیوی هوتو استی بود که در سال 1988 بازی کرد. ما شایعه ها رو میگیم، درست و غلطش رو دیگه میذاریم به عهده خودتون.